من از ایران تماس میگیرم. صحبتی که داشتم آقای دکتر در ارتباط با بحث هدف گذاری یا بحث رسالت خودم توی زندگی یا بحثایی از این قبیله که سیستم ارزشیمو چجوری تعریف بکنم، علتش اینه که واقعیت نه بذار من دو تا کوچولو صبر کنید عزیز. من دو تا نکته کوچیک عرض کنم چون تو صحبتاتون نمیخوام بعدن اختلاف نظری پیدا کنیم. اولا ماجرای انسان در حالت عادی و معمولی وظیفه داره، یعنی دیوتی که برخی از اوقات بر اساس قرارداد کانترکته و یه مسئولیت داره ریسپانسیبیلیتی. ماجرای رسالت و مأموریت یعنی میشن مال آدمی است که یه تصویر و تصوری برای جهان و جهانیان یا دیگران داره. یعنی من اگه بگم به عنوان یک پدر یا به عنوان یک کارمند وظیفه و مسئولیت دارم، من رسالت ندارم، من مأموریت ندارم، چون اون یه مقدار مسئله است. چون یه اشاره کردید. دومین نکته‌ای که اشاره کردید یه تفاوتی است بین اخلاق مورالیتی، چون این مهم هست. یه اصولی است که ما 5 تاشو میشناسیم: عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت. اینا بایدهای مطلق جهانند که 4 تاش همیشه بوده، یکیش تازه به خاطر شرافت و حرمت و کرامت انسانی پیدا شده و همیشه باید به عنوان اصل رعایت بشن. اما ولیو یا ارزش ها که فرمودید، ارزش ها از نظر جامعه شناسی مورالیتی نیستن، اینا واقعیات مرجحن. یعنی یه چیزایی رو ما به چیزایی ترجیح، ما علم رو به جهل ترجیح بدیم، ما سلامتی رو به بیماری ترجیح بدیم، بسیار هم مهمن، اما ارزش ها نسبی هن، ارزش ها سرزمینی هن، ارزش ها با زمان دگرگون میشن. بنابراین وقتی شما میفرمایید ارزش، شرط اصلی و اساسی ارزش این است که در تضاد با نظام اخلاقی نباشه و البته مبنای قانون میشن ارزش‌ها، به همین که قانون با ارزش‌ها و قانون و ارزش‌ها با اخلاق با سازگاری و هماهنگی داشته باشن و به همین که فریاد بسیاری درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای که اون با توجه مشخص کردن حقوق و حرمت انسانی زمینه رو برای اخلاق و ارزش‌ها فراهم می‌کنه. بنابراین مطلب دومی هم که اشاره فرمودید برای ارزش‌هایی که انتخاب کنید، فقط می‌خوام توجه جلب کنم که این ارزش‌ها باید در چارچوب اصول اخلاقی انسانی باشه و الا ارزش‌هایی هستند که غالب اوقات ضد اخلاق و یا حتی ضد ارزشن